اسنس فیک، مستر کوالیتی جدید که همون فیک جدیده، اینم اسنس اصلیه. خوب دقت کن که اگر اشتباه بخری برای 700 هزار تومان نمیری شکایت کنی وقت خودت تلف کنی، پس گوش کن که سرت کلا نره. این اسنس فیکه که این علامت اضافه رو اینجا داره. شما دقیقاً نگاه کن، علامت اضافه رو داره، با یو شروع میشه، علامت اضافه داره، درش هم کج هست. نگاه کنید این فیک مثلا خیلی کیفیت بالاشه. حالا تو فیکش هم این علامت اضافه اینجا هست دوباره. مستر کوالیتی که میشه فیک جدید که مشابه اصلی، علامت اضافه رو نداره. دقیقاً نگاه کنید الان سرش کجه، علامت اضافه رو نداره، با یو شروع میشه دیگه. یو تی دیگه زیاد مهم نیست، جعبهش هم علامت اضافه نداره. اینم اصلیشه که کامل علامت اضافه نداره هیچی، و اینجا هم نگاه کنید علامت اضافه نداره. حالا میخوایم فرقش رو ببینیم با این چیه. این کیفیت مشکیش خیلی بالاست، این کیفیتش خیلی کدره و اصلا به درد نمیخوره. فقط این نازکه ولی این ضخیمه، نوشته اینجاش بی باشه، پمپش اینا همه قدیمیه. این اصلا اینم آبیه، اینم آبیه، اینم حتی آبیه. این دره اصلیشه، اینم دره مستر. از منم نخر ولی منو فالو داشته باش که سرت کلا نره.